یاسومن 9 ماهه دوسرو اکثر وقت چنین تبسم میکند. او نمیداند که فردا زیر تیغ پزشکان قرار میگیرد و یک جراحی سرنوشت ساز انتظارش است. فردا پایهایش باید عمل شوند. پزشکان وعده دادند که بعد جراحی پای نقصاندار یاسومن راست می شود و خودش در آینده درست خواهد گشت. محبت گفت که نه بر بانسا. من گفتم میبرم گفتم دیگه نشد پول نشد نتونستم آورده. یک پول شد با آورده که خیلی برو آورده. و من همین گفتم خوب میکنیم جراحی میکنیم گفتم نگاه میکنیم گفتم. با مثل یاسومن صدها طفلکان دیگری تاجیک امکان پیدا کردند که از خردی نقص مادرزادی استخوان و پایهای کج شده را تبابت کنند. چون این جراحی در مجمع تندرستی استقلال که چند پیش به کار شروع کرد انجام می شود. پزشکان میگویند اگر مادر یاسومن با آنها سری وقت مراجعت میکرد شاید کار تا به جراحی نمی رسید. توبت این بیماران ما بر وقت سر کردیم. آموزش از اروپا گرفتیم با نمود اصول پونسیتی که نمیتونیم ما توبت از 20 روزگی بیمار سر کنیم. وقتی که ما از 20 روزگی بیمار سر میکنیم یک دو مرتبه گشتبندی بعد وای در شرایط امبولاتوری یعنی جراحی تیناتومی اخیل و سوخاژیلا میگیم بوریش پوست تا نیم سانتیمتر جای دارد که ما در حالتهای بهتر ما کوب نمیمونیم رشته نمیگذاریم گشتبندی کرده بیمار در شرایط امبولاتوری به خانه میرود. پزشکان میگویند اکثریت بیماران با آنها دیر مراجعت میکنند زمانی که کار از کار گذشته است و دیگر علاج بجز جراحی نمانده است. وقتی که بیمار راه میگردد بعد یک سال سه ماهگی که فرزند سالم باید تو یک سال سه ماهگی باید راه رفت شود بعد لنگیده راه گشته یا که در کوچه بازی میکند یگان کودک دیگه وقتی جنجالو میخیزد چلاق گفته بعد پدر مادر در عصب شد بعد خسته میبیان دکتر مراجعت میکنند که در وقت دیر میشه ما جراحی میگذرونیم. دینورا 10 سال دارد و در صنف 4 میخواند. چند روزی اخیر درد پای را اذیت میدهد و او نمیتواند به مکتب برود. مادرش برای از درس عقب نماندن او در بیمارخانه با او درس تیار میکند. پزشکان بعد تشخیص معین کردند که در او بیماری برآمد مادرزادی ران باقی مانده است. زیر نظارت دکترا بود لیکن یگان کس نگفت که خیلی کسل هست یا اینکه شما اقلا یک بار نگفتند که رفته یک بار وای کنید ارتوپد به نشان چید. طبابت اطفال تا 1 ساله در این مرکز رایگان است. پزشکان این مجمع با توجه به وجود امکان معالجه آسان و ارزان پای کودکان از والدان دعوت میکنند بیماری فرزندان خود را هنوز از روزهای اول تولد جدی بگیرند و برای طبابت مراجعت کنند. در عکس حال مجبورند کودکانشان را زیر تیغ دکتران بگذارند یا آنها را به معیوب یک عمر تبدیل دهند و طعنه و ملامت بشنوند.